سلام، این اولین ولاگ منه. میخوایم بریم کاشون، با من همراه باشیم. اینجا میام تو کوچه کوچولو راه میریم مثلا. بعد اینجا دارم میگم که ساعتی اومدم که با اسنپ گرون میشد، پس با مترو میریم. بلیط اتوبوسش 270 تومنه. بعد اینجا میگیم که پری پارتیه، شما تا اهلیه. راننده نگاه کرد، خجالت میکشید. خب من رسیدم ولی نتونستم برم تا کاشون. انقدر تو این 3 ساعته نیاز داشتم سرویس بهداشتی که سریع پیاده شدم اومدم کارخونه بابام. چون کارخونه با ما اینجایی که احساس راحتی میکنیم، چیزی نیست، فقط یه ذره دارم احساس راحتی میکنم. پول بده. میلاده نفسیه. خب شبم سریالمو دیدم، بعد خوابیدم. فردا قرار کلی کار انجام بدیم. بیدار شدم، آماده شدم، میخواستم برم یه مراسمی که با اعتراض به دیر شدم مواجه میشیم. بچه هم خواهم ببینم تو کجا میری. اون من باید بریم یا این طرف. همونطور که ملاحظه میکنیم من خیلی دوست دارم پاشم برقصم، ولی چشخورای دوستمون نمیذاشت. بابت خنده های زشته معذرت میخوام. لباس عوض میکنم و میرم دوباره بیرون. قراره یه کافه دارم با دوستمون. عطر خوبی زده بود. اینجا کجاست؟ تاقچه. کافه تاقچه است. چیزاش بچه ها گرونه اینجا. من فضاش خوبه، این استفاده کنیم بریم. امشب داره تموم میشه. یه کوچولو دیگه تو بافت شهری میگردیم. اینجا خیابون علویه. یه طرف برارم خودشی هم دارم میخندم. نگاه چقدر کاشون قشنگه. این اولین ولاگ من بود. من ادامه این سفر رو بازم میخوام بذارم. اگر دوست داشتین لایک کنین که من انرژی بگیرم. مرسی ازتون.